ما غافل شدیم از استعدادیابی. با پرورش تصویرسازی ما میتونیم خلاقیت بچه‌ها رو رشد بدیم، ما میتونیم بهشون تفکر و صبر یاد بدیم، ما میتونیم بهشون حل مسئله رو کمک کنیم تا پرورش پیدا کنه. مدیرای زیادی هستن که الان پکیج آموزشی به عنوان بازآموزی غیره بهشون میدن. یکی از اون عناوین مدیریت و حل مسئله است. حل مسئله میتونه از بچگی تو بچه‌ها رشد پیدا کنه. یا تصاویر بصری که کمک میکنه به رشد حافظه تصویری بچه‌ها. آموزش‌های چند رسانه‌ای، آموزش از طریق چند حواسه، یعنی خیلی گسترش داره. ما نمیتونیم از اینها غافل بشیم. دور شدن از فضای آموزشی خشکه، وارد شدن به فضای آموزشی شاده، درگیر کردن آموزش گیرنده با موضوع، این باعث ثبات مفهوم میشه. ما چقدر این مسیر تکراری رو ادامه بدیم؟ چقدر یک درسی رو بخونیم و بعد فراموش کنیم؟ علومی که هر روز دارن نو میشن، چرا بعد از مهارت‌های مهم زیستن غافل بشیم؟